دوستان عزیز، انسانایی که بس خان و ادب و فرهنگ سر و کار دارن، اینا عمری این جهانی دارن، بعد با زندگی معنوی دارن. زندگی معنوی اونا بعد مرگشون آغاز می‌یابد در هر حال باشد. اون خزینه و گنجینه‌ای که اونا در طول عمرشون کم یا زیاد است جمع کردن، این عمر دوم اونا است. خود شاعری بسیار گفتم که نازک بیان و بسیار چی بود، این کسی که از مثنوی دانهای بزرگ جمهوری ما بودن، مثنوی رو با تمام تفسیراش میدانستن. یک مدت اینا ما با هم کار کرده بودیم، شعرش، حکایه هاش، رمن هاش، همه همینا در ادبیات ما گمان میکنم که آهسته آهسته از این بعد ما بیشتر مورد تحقیق میشود. یک شعر اکوی عبدالقادر هم خیلی سر میشد که امشب چراغ مرد میگوی. واقعا امشب برای ما دوستا همکسبا یک چراغ بسیار روشن خاموش شد. این چراغ استاد عبدالقادر رحیم، شاعر، روزنامه‌نگار، نویسنده و از همه مهم انسان به معنای کامل، انسان به معنای تمام شکوه و عظمتش، انسان به معنای کمالات معنوی و اخلاقی و تمام صفت‌هایش از میان ما رفت و این شمع خاموش شد. وقتی که یک دانشمند، یک شاعر، یک ادیب، یک ایجادکار مثل اکوی عبدالقادر می‌فتد، واقعا من فکر میکنم که صدها، هزارها چراغ‌ها خاموش میشد، چون که اینها نفرایی هستند که در زندگیشان نه تنها برای خود، برای نیازهای خود، بلکه برای جمعیت زندگی میکنند، برای مردم، برای معنویات مردم، برای دوستا، برای همکسبا، برای همه. اکوی عبدالقادر از زمره همین گونه انسان‌ها بودند. پدر من از دیگران فرقی زیاد داشتم. پدر من اولا یک انسانی دانشمند و عالم و شاعر و ژورنالیست توانای تاجیک بودند و بعدا در خاندان ما مثل یک رفیق بودند، دوست بودند، همیشه راهنما و نصیحتگری ما بودند. من مدت سالهایی که پدرم با ما زندگی میکرد فکر نمیکردم که آن شخص پدرم است. اولا فکر میکردم که دوستم است، رفیقم است، راهنما و نصیحتگر زندگیم است. پدرم در زندگیم رازدانی من بود. چی سر و اسراری که در زندگی من تا امروز دارم با جز پدرم کسی نمیدونست و تمامی همان رازهای ما رو با خود بردن. پدر من بهترین شخصیت، بهترین پدر روی دنیا و خوبترین و مهربانترین پدر است. ژورنالیستیکای تاجیک یک شخص توانای خود را از دست داده است اولا، و دویمان چگونه که میدونید مرگ یک صاحب دل برای تمام دنیا یک کلفت است. بجز ژورنالیست یک شاعر و نویسنده توانای خود را رسپوبلیکای ما از دست داده است. برای خاندان ما این وضعیت خیلی هم سخت و سنگین است، اما چگونه که خود وصیت کرده بودند در این لحظه های سنگین، در این لحظه هایی که برای ما وحشت دارد، بجز دهشت باز وحشت دارد، باید ما صبر و تحمل، شکیبایی را پیشه نماییم و در حق پدرمان دعا نماییم و در آینده نامبرداری نیکی پدرمان باشیم. امروز جمهوریت در سیمای عبدالقادر یکی از شاهستان‌های خود را از دست داد. این کسی یکی از نماینده های برجسته ترین همین مکتب بودند که در طول این 34 سال چند نسل روزنامه‌نگاران را تربیت کردند. ما را تسکین میبخشد که همون شاگرداشون، همون اندیشه هاشون، آن اثرهایی که خاصه سالهای آخر آفریدند یک جریان نو در ادبیات تاجیک بودند. در تصوف وقتی که طالب و مطلوب میرسد این را شب عروس میگویند. من استاد را با شب عروس تبریک میگویم.
باید ذکر کرد که امروز ما یک شخصیت بزرگی اهل علم، اهل سخن، اهل قلم، اهل کتاب را از دست دادیم که من فکر میکنم که به یگان شک و شبهه چنین آدمان خیلی کم به دنیا می آیند که هم آدمیت بلند داشته باشند، هم معرفت بلند داشته باشند، هم اخلاق نیک داشته باشند. یعنی که در طبعم همه در یک جا، هم انسان بزرگ، هم دارای معرفت بلند، هم دارای آدمیت بلند. استاد عبدالقادر رحیم را من از سالهای دانشجویی که یک جا در یک کورس در دانشگاه ملی تاجیکستان میخوندیم، در یک گروه میخوندیم، گروه وی میشناختم، میدانستم. از همون خود سالهای دانشجویی مثال همگان خر جوانی چگونه است؟ جوانی همین یک دوره بیغمی و بفکری و دوره آن است که پگاه چی میشود فکر نمیکنی. ولیکن استاد عبدالقادر رحیم شخصیتی بودند که از همون سالهای دانشجویی متفکرانه، عالمانه، بسیار با یک اندیشه چقور به زندگی می نگریستند. مثال ما اگر فرض کردیم به یگان کینو می رفتیم یا که به یگان سیر و گشت می رفتیم، آنها این خیلی وقت نداشتند. وقتی آنها همه وقتشون صرف کتابخوانی و صرف غزل نویسی و صرف سخن نوی را به وجود آوردن بود، صرف علم آموزی و دانش اندوزی بود. برای من در حقیقت دودار بود. سالیانی دراز من این کس رو میشناختم و خیلی در اویله ما معتبر بود. دوستش می داشتیم، تمام اهل اویله، شوهرم، فرزندانم و دوی ما کوسگلی معرکه های خانواده ما بودن. در همه محفل ها، در همه جمع آمد بزرگان این آدم یک شخصیت برجسته است. و عبدالقادر رحیموف رو از زیاده از 40 سال میشناسم. عبدالقادر رحیموف این یک ادیبی نوتکرار است. ادیبی است که سبک خودش را دارد، دید خودش را دارد. ادیبی است که او را نه هر کس درک کرده میتواند و تا حال جامعه تاجیکستان، جامعه فرهنگی تاجیکستان پورا درباره او اخبارات ندارد و ایجادات او را درک نکرده است. شاعری برجسته است، نویسنده است، نویسنده توانا است. مسائل به نهایت مبرم جامعه را دائم عکس می نماید و شخصی است که هیچ وقت برای وطن خود، برای جمعیت امروزه تاجیکستان بی‌طرف نیست.